سلام خدمت شما بیننده های عزیز. امروز میخواهیم در مورد یک موضوع یا یک نوع معامله بسیار مهم صحبت کنیم. حتما شما با این معامله سر خوردین و یا این معامله را قبلا حتما انجام دادین. و ها یادتان نره اگر این موضوع براتان جالب بود حتما چینل ما را سابسکرایب کنین. بیع العربون یا همان چیزی که در افغانستان به نام بیانه یا بیعانه یا پیشکی معامله شناخته میشه، عبارت از نوع معامله ای است که در او خریدار یک مقدار پولی را به صورت پیشکی به فروشنده میده تا جدیت خود در مورد معامله ثابت کنه. مثلا یک کسی تصمیم داره یک زمینی را بخره که مبلغ 1,000,000 افغانی ارزش داره. مبلغ 100,000 افغانی را به عنوان پیشکی برای فروشنده میده و برش میگه که باقی پول در هنگام عقد کردن نهایی معامله برات میتم. خب اگر معامله تنظیم شود و بدون کدام کم و کاسی و مشکل به پیش بره، این مبلغ در جمله قیمتی اصلی یا زمین محاسبه میشه. یعنی مبلغ 900,000 افغانی دیگه خریدار برای فروشنده میده و تمام پولش برش رسید میشه. حال مشکل اینجاست اگر معامله به هم خورد و خریدار زمین نخرید، آیا فروشنده حق داره که مبلغ پول قید کنه و برای خریدار پولش دوباره واپس نده؟ فقهای حنفی در این معامله مباحث مفصلی دارن. بعضی از فقها میگن در صورت ازی که معامله به هم خورد، یعنی معامله نهایی نشد و اگر طرفین در این معامله شرط گذاشته بودن که مبلغ بیانه یا پیشکی را دوباره به مشتری یا خریدار واپس نشه و نزد فروشنده باقی بمانه، این شرط صحیح نیست، به خاطر از اینکه فروشنده بدون عوض یا مقابل پول کسی دیگه را میگیره و این شرط مخالف اصول کامل بیع یا معامله است. به همین خاطر در کتاب‌های مشهور فقه حنفی از قبیل الهدایه و بدایع الصنایع این موضوع تذکر یافته و نگه داشتن پول نزد فروشنده محل اشکال معامله دانستند. مسئله بیانیه یا پیشکی در عرف افغانستان بسیار رایج است و اکثرا در تمام معاملات ها مردم از این استفاده میکنند و حتی در عمل هم اگر معامله به هم بخوره، فروشنده دوباره این پول به خریدار واپس نمیکنه. ولی طوری که پیشتر گفتیم از نگاه فقه حنفی اگر معامله به هم خورد باید خریدار دوباره پول مشتری را برش بازگردانه، مگر اینکه خسارت واقعی و مشروع ثابت شود. به همین خاطر فقها توصیه میکنند تا شرایط بیانیه، مدت معامله و همچنان شرایط یا مسئولیت های طرفین باید به صورت مکتوب نوشته شود و تعیین شود تا در آینده مشکلات به بار نیاره.